دار شدی این آیه از خود دور نکن، روز به روز در کارت موفق‌تر میشی. آره ایوان بیا بالا، شروع نکن. روی بازوبند نوشته شده دعا، روی نوشته شده زبانبند، تیغبند، بازوبند، چشم زخم. این آیه 1001 خواص دارد. هر کس که با خلوص نیا نگه دارد از خواص آن بهره‌مند میشود. ایوان بیا بالا، کجایی؟ اینجا. اون آقا میگه طالبان این همه حرف زدی اومدی بفروشی، خرید فروش قرآن حرام و قرآن هدیه داره. بگه چه خوش به پیغمبر با وفا، دعایی بی هدیه نداره شفا. این نه قول من است، قول نبی است، این حدیث از محمد عربی است. پدر رو داره مکه مدینه یه سوغاتی داره، یه چیزی در خونش میبره، همه رو بخشیدن در خونه الله. اگر دوست داشتی حق زحمت زور و جبری نیست، یه دونه 10,000 تومان از این میگیرن. این 10,000 تومان توی بازار یه دونه توپک هم بهت نمیدن. آماده باش. من ما رو اول میندازم روی پاش، بذار ترسش بریزه، چون کلمه ما رو مشهد خودشو داره. تماشا کن. مار روی شگمش. نترس پسر، نترس. بی‌ترسی یا نه؟ نترس. اون دعا رو بگی دست بلند شو سر پا. بیجه بلند شو، بیجه بیجه بلند شو، بیجه بیجه. دستی بگی دست آره چنده ایوان نزنی یا دهان وا نکنی، دهان وا نکنی یا نترس. محکم نگهش رو پسرم، نترس. اما نگهش رو نترس. یه جلو خون دور گردن بندازم، یه جلو نترس. چرا چشمات رو بندی؟ نترس. مار دور گردنت. پسر یه دونه از این بازوبند برش دار، یه دونه رو برش دار. شما نمی‌ترسی همون اینجا. اون یه دونه رو از من بیا اینجا نزن. برو اینجا واسه. اینو بگی دستت پسر، بگی دستت. پیرن بزن داخل شلوارت. پیرن بزن داخل شلوارت. ایوان دهان وا نکنی. تماشا کن. آیا ماره دیگه وحشت خودشو داره برای عده‌ای از بچه‌ها. تماشا کن. ولی برای ما طبیعی ان. آنا بلاش. خدا بر ما طبیعی. آرام باش. دهان وا نکنی. اگر دهان وا کنی صاحبی با من بشین بقیه میخوان مار توی پیرنت. به من بگو مار جایی از بدن تو گاز نگرفت. اینجا بهت کار نداشت. نه ماشاءالله باریکالله. یه دونه از این بازوبند برش دار، یه دونه هم از من یادگاری قبولش کن. یه دونه بردار، یکی باقیشو بده دست من. یه دونه رو از من یادگاری. از این لحظه اگر بلا دیدید بلات مال من و خانواده من. طالبون بلا میخری نه، بلای من تو آب بشه توی غذای کسی بریزه که صاحبی بازوبند رو نمیشناسه.